سلام، صبح بخیر. بریم ببینیم که چطوری میتونیم یه روز جمعه رو خیلی قشنگ بسازیم. ساعت الان 5:20 است و من قراره 15 کیلومتر بدوم. همه خوابیدن، آروم صحبت میکنم. منتظرم یکی از دوستان بیاد بریم تمرین رو شروع کنیم. دیگه بقیه فیلم رو باید اینجوری صحبت کنم، به خاطر اینکه نتونستم تو شلوغی شهر فیلم برداری کنم، صدام هم خوب نمیافتاد. اینجا پایان 15 کیلومترم بود و خیلی ناگهانی با چند تا از بچه‌ها تصمیم گرفتیم که بریم یه ذره اطراف شهر رو بگردیم، چون هوا خیلی خنک شده بود. اینجا خروجی شهره و ماشین عموما همینجا سوارت میکنن به سمت تهران و اینجا بزرگراه رشت به قزوینه. توی راه هم از این اخته‌های خوشمزه و ترش خریده بودیم چون خیلی دلم میخواست. کم کم هوا ابری شده بود و جوری بود که نم بارون شروع شده بود. اطراف شهر هم نگاه میکردیم، کوه‌ها رو نگاه میکردیم، پر از مه بود. واقعا قشنگ بود. بوسیدنی و بغل کردنی شده بود آسمون. به سمت امامزاده هاشم راه افتادیم چون میخواستیم بریم شهر بیجار. از دورم امامزاده هاشم مشخص بود، البته اگه این درخت رو بذارن. هوا دیگه بارونی شده بود، قشنگ جوری که قطره‌ها همه درشت بود و من نگران این بودم که چرا به خودم بادگیر نیاوردم. شهر بیجار یکی از مناطق خیلی قشنگ نزدیک رشته که فاصله زیادی هم با خود رشت نداره، هم رودخونه داره، همین سری جاهای بکر داره، دیدنی داره، همیشه با خانواده رفت، هم میتونی با دوستات بری و تو زمان مناسبی از جمعت استفاده بهینه‌ای بکنی. واقعا طبیعتش قشنگه، خیلی خیلی زیاد، حتی تو همین قدر بارون شدید. مه واقعا خوشگل بود. متاسفانه وقتی رسیدیم سد اعلام کردن که ما نمیتونیم بریم سد شهر بیجار رو ببینیم، سد رو بستن. ما هم یه ذره اون اطراف و رودخونه هاشو نگاه کردیم و از اون مهی که اومده بود سمت رودخونه، پایین رودخونه، واقعا لذت بردیم. اما تصمیم گرفتیم که اونجا نمونیم چون خیلی شلوغ شده بود و ماشینای زیادی هم اومده بودن. ما خواستیم یه جای آروم باشیم. برای همین برگشتیم. تو راه برگشتم من انقدر ناراحت بودم از این که نمیتونستم برم سد رو ببینم، کلی چیپس خوردم. یه ذره شاید ناراحتی و خشم و عصبانیتم آروم بشه، چون تا خود همین هفته پیش باز بود و دقیقاً از همین هفته‌ای که ما می‌خواستیم بریم سد رو ببینیم سد رو بسته بودن. در نهایتم تصمیم گرفتم، یعنی با دوستان مشورت کردم، گفتم که میتونیم بریم جنگل سراوان که تو راه برگشت به شهره و نزدیکم هست، از شهر بیجار نزدیکتره. یک لوپ 4 کیلومتریه که 2 کیلومتر شیب رو به بالا و 2 کیلومتر شیب رو به پایین داره و عموما ورزشکارا تو هر بخش ورزشی خودشون میان اینجا تمرین میکنن. بچه‌ها موافقت کردن، دوستای پایه‌ای بودیم و رفتیم از طبیعت سراوان لذت بردیم. سراوان که فاز شماره 1شه، یک پارک جنگلی قدیمیه که الان مثل قبل ازش استفاده نمیشه و واقعا طبیعت داره تلاش میکنه که جای خودشو پس بگیره و من واقعا این مسیر رو دوست دارم و خیلی هم میایم اینجا ورزش میکنیم و تو این لوپ میدویم و واقعا لذت بخشه. خنکه، از آفتاب کمی برخورداره به خاطر اینکه جنگلیه و عموما یه بخشایو انقدر دو طرف درخت‌ها به هم نزدیک شدن سایه گرفته و آفتاب خیلی کم از لای درخت‌ها به سمت زمین میاد و ما راحت‌تر میتونیم اونجا ورزش کنیم. و وقتی هم هوا بارونی باشه که دیگه خیلی نایس میشه. خیلی تراکم درخت‌ها رو ببینید. کلی هم از این کاجا چیدیم، برای یکی از دوستام هم ذره تولید محتوا کردیم و در نهایت این زیبایی رو دیدیم. واقعا سراوان و طبیعت گیلان دوست داشتنیه. کاملا مشخصه که چقدر خوشحالم و فراموش کردم که نشد سد رو ببینم.
تو مسیرمون یه خونه عنکبوتی دیدیم، یعنی یه تار عنکبوت بود که خیلی خوشگل بود. برای که از بچه‌ها توضیح داده بود که یه سری از مستندسازا و فیلمسازا برای اینکه خونه عنکبوت خراب نشه ولی بتونن ازش فیلم عکاسی کنن، بعد روش آب بپاشن و این آب پاشیدن روش خودش رو داره و حتما باید مثلا با دهان این اتفاق بیفته و اینجا دارم تمرین میکنم که بتونم روی این خونه عنکبوتی آب بپاشم تا ازش فیلم بگیرم. واقعا خوشگل بود و خونش خراب نشد. در نهایت هم با بچه‌ها کلی چیز میز خوردیم که فیلمش رو یادم رفت بگیرم و 2 کیلومتر رو به پایین رو برگشتیم و با بارون شدید اومدیم به سمت شهر رشت. تا ولاگ بعدی، خدافظ.